یک مسئله که به صورت حاشیه‌ای مطرح شد، به نظر من حاشیه‌ای نیست و مسئله مهمی است، مسئله ازدواج جوان هاست. انتظار داشتیم که عکس العمل اینجوری نشون بده. مسئله ازدواج جوان ها مسئله مهمی است. من بیم از این دارم که نگاه بی‌تفاوت نسبت به مسئله ازدواج که امروز کم و بیش وجود داره، این نگاه بی‌تفاوت متاسفانه، این در آینده تبعات سختی رو برای کشور به وجود بیاورد. خب حالا شما مسئله سربازی رو مطرح کردید. به نظر من مسئله سربازی مسئله مشکلی نیست، میشه هم در اون زمینه هم فکر کرد، کار کرد. راه حل مشکل سربازی برای به عنوان یک مانع در امر ازدواج این نیست که ما مدت زمان سربازی رو کوتاه کنیم، میتوان شیوه‌های دیگر رو به کار گرفت. لکن این یک مسئله است. انگیزه برای ازدواج باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی، یعنی ازدواج باید تحقق پیدا بکند. اینی که خدای متعال می‌فرماید ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، این یک وعده الهی است. ما باید به این وعده مثل بقیه وعده های الهی که اطمینان میکنیم به اون وعده ها باید اطمینان کنیم. ازدواج موجب نشده است و نمی شود، تشکیل خانواده موجب نمی شود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشه. یعنی از این ناحیه، از ناحیه ازدواج کسی دچار سختی معیشت نمی شود، بلکه ازدواج ممکنه گشایش هم ایجاد کنه.